سلام به همگی و سلام بچه ها و سلام خانم عزیزادگان. من نیوم میخواستم بهتون چشایی رو بهتون توضیح بدم که حالا بجوری مسئله هست میکنم. اولش که در مورد تاریخش صحبت میکنیم که اکثر چیزای تلخ سمن و برای آدم مضرن، چیزای شیرین چیزای خوشمزه ای است و به آدم انرژی میده، چیزای شورم که شورن، ترشم که ترشن. خب دومین چیزه این که خیلی چشایی و بویایی به هم خیلی نزدیکن، خیلی این مثلا بو میکنیم ازش یکیه با بوش. خب اینجوریه. خب حالا عمل کردش رو توضیح میدم که چجوری ما اصلا چشایش رو میتونیم حس کنیم، چجوری مثلا مزه شیرین و تلخ و ترش و شور رو ترجیح میدیم. خب یه گیرنده های یه پردای ریزی هستن بهش میگن گیرنده های چشایی که مثلا مزه تلخ میاد، اون عصبایی که برای گیرنده های تلخن اونا رو میگیرن، ترش میاد اونجا. خب مثلا یه مزه بود، بعدش میگیرن اونا رو، بعدش همشون میان یه عصب میشن عصب 7 و 9 و 10. 7 و 9 و 10 میان توی ساقه مغز، بعدش میان توی قلمبه‌ای که توش چشایی داره، برای چشاییه. خب اینجا یه کوچولو حسش میکنیم، میاد بالا، میاد توی تالاموس این بغله، بعدش میاد تو اینسولا که لوب مخفیه بین فرونتال، پریتال و تمپوراله، بینشه که اینجاه. خب بینشه نه این وریه، این لوب مخفی است که میشه لوب پنجم که بین فرونتال، پریتال و تمپورال راستیه. این باعث میشه که ما بتونیم چشایی حس کنیم. مرسی برای دیدنتون. خداحافظ.